سلام بچه ها، چطورین؟ ما با یه ویدیو خفن دیگه امروز میخوام 4 جای مخفی کال آف دیوتی در بتل رویال بهتون یاد بدم. بچه ها یکیش داخل بلک مارکته که همتون مطمئنا میشناسین. بچه نکنین این برج رو خب همتون هم میشناسینش، برج بلک مارکت. شما که از اینجا اومدین بالا میتونین از اینجا اینجا بپرین به این داخل، بعد دراز میکشین از زیر همه دقیقه میزنین به راحتی. یعنی را دیگه رفتم داخلش. بعدی اینجاست، داخل زیر زمین که رفتیم اینجا این صفحه زرده. داخل اینجا تعداد کسایی که داخل بلک مارکت هستن نشون میدن، انیمیایی که هستن و اینجا هم چاپرها که در حال حرکتن و جتبکا. بعدیش اینجاست. بچه ها بعدیش داخل بیمارستانه. بیمارستانه همه شما میشناسید، همون جفت بلک مارکت. لا طرف نمیده کارمون کنارش. بچه ها نها کنین، این همون دریه یه جای مخفی بازیه داخل بیمارستان که جفت بلک مارکت بود که بهتون گفتم. اگه میخواین این در باز بشه به این داخل، باید عروسکایی که به احتمال زیاد داخل بیمارستان دیدین باید به تعداد 8 بار بزنید. حالا این یکیش. خب بچه ها من الان 8 رو گرفتم. ببین این دره باز شد. اگه خواستین این کار رو انجام بدین حتما باید داخل طبقه دوم نکنین، دقیقا طبقه دوم باید دقیقا طبقه دوم باشین. بعد دقیقا 8 عروسک باید بتربونین، اینی بزنینشون. حالا میریم سراغ بعدی. خب بچه ها یه چند تا انمی به من خورد، رفتم پارهشون کردم بعد اومدم. بچه یه آسیاب فارمه که همتون هم میشناسینش. بچه ها ازش بیریم بالا. وقتی رفتیم بالا بیارم من چه بلای سری بدبخت میارم ناش کنی نکن. دقیقا سری لبه گیری میاریم بالا. تمام بپریم بالا. یه بار دیگه من انجام میدم که ببین بکن میپریم سری لبه و یه جامپه دیگه میدیم. تمام. امیدوارم که خوشتون اومده باشه این ویدیو که کاربردیه. به نظر من جای کمپش خیلی خوبه، جایی که بلک مارکت بود. امیدوارم که بتونید ازشون استفاده کنید. گود بای.